آرمان خاله شما نرو من میگم. آرمان به حرف خاله گوش بده. آره، حداقل آره، 4 5 تا آره. پیرن از شما بیشتر پاره آره. کرده میدانه. نرو آرمان جان. صلاح نیست تو بری تو. نرو. نرو عزیزم. خاله نرو شما. آرمان زبان نفهم خاله داره وزن و سایز تو هم میبینه، وزن اون پلاستیک هم میبینه، سطح آب و عمق آب همه چیز داره آنالیز میکنه. نرو. نه به صلاح نیست تو یه پادم تو جا نمیشه با هم نری. بعد خاله خاله بار داره میگه میگه خوبه نرو دیگه خر نشو نرو. خب ببین دو تا پاتو با تمرکز بذار. تو که حالا با هر ترفندی شده میخوای بری تو قایق هر جوری هم دیگه دو پا برو تک پا برو. تو داری کار خودت بکنی. نمیدونم چه جان و پلاستیک بدبخت میخوای. عجب زبان نفهمی آرمان. هی به درد خر شدن میخوره. میگه نرو جفت پا برو. یه دانه پا گذاشتی اون یکی میخوای چه بکنی؟ مالک خودت بدرانی. ها؟ دو تا پاتو یهو بذار. ببین دو تا پاتو یه بارکی بذار. خاله یعنی کشتی تایتانیک اینجوری که تو سقوط کردی رفتی تا و استخ سقوط نکرد غرق نشد. ببین دریا تو رو بلعید. یعنی گوشت خالص تو رفتی تو آب نصف آب استقامت بیرون. چنی گفت نرو چنی گفت نرو. خدا رو شو. یعنی خیالم راحت شد اگه نمیرفتی خودم میگرفتم وزنه میبستم به پا مینداختم به تو دریا. هی به درد قرض شدن بخوری. خاله داره باش دم میزنه.